سامانه‌ای توپخانه‌ای ارتفاع کم کاملا متحرک، ماوران نیروی پدافند هوایی. ماشا و دیدگان شما خوبان، همینک جلوه های عملیات پرش الله اکبر. سامانه راهکنشی صیاد با بهره‌گیری از رادارهای پیشرفته و سامانه‌های هدایتی دقیق با قابلیت انقلابی در مقابله با تحریم و تهدید، تبلور خودباوری و صیانت از نظام اسلامی، تجلی صلابت و امنیت پایدار به دست توانمند مردان حماسه و ایثار، تأمین امنیت جمعی پایدار، صیانت از خطوط مواصلاتی جایگاه هستیم. درود بر نامآوران صنعت دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران. به نظاره باشید عبور پهپاد ابابیل 5، پهپادی جهت عملیات شناسایی و تهاجم با قابلیت عملیات در هر گونه زمین ذوعارضه و در هر گونه شرایط جوی ناپایدار. الله اکبر. درود بر عزم و غیرتتان، درود بر حماسه و افتخارتان، درود بر ولایت مداریتان، درود بر رادمردی و پادر رکابیتان. الله اکبر. امت حزب الله بر خود ببارید که در فیضیه ارتش، در جای جای جغرافیای ایمانی این دیار و خطه و تبار ما را خواب حرام است. اقتدار ایران ما را نشان است. نظاره باشید عبور پهپاد هدف و ارزیاب ناصر را، پهپاد سامانه‌های راداری و موشکی ارتفاع بالا و سامانه فرید در نبردهای هوایی، عبور پهپاد هدف و ارزیاب کرار، پهپاد جد کرار جهت انجام مأموریت‌های رهگیری و نبرد هوایی با سرعت، تداوم و سقف پروازی بالا. درود بر نامآوران صنعت پهپادی جمهوری اسلامی ایران. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. پهپاد نامآور آرش، پرنده انتحاری برای اصادت به اهداف ثابت و متحرک، پرنده پرسه‌زن با برد و مداومت پروازی بالا با قابلیت برخاست در تمامی شرایط جوی. طراحی، ساخت و به کارگیری انواع پهپادهای رسمی، شناسایی و انهدامی در نیروهای زمینی، پدافند، هوایی و دریایی ارتش با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ثابت کرد نخبگان دفاعی کشور به عنوان میراثداران خون گرم 48,000 شهید واصل خورشید، مردان فتح مرزهای محال و ناممکنند. دستیابی به دانش تولید انواع پهپادها و تجهیز به تسلیحات تمام بومی نشان داد که اراده فرزندان ارتشی ملت بزرگ ایران در کوره تحریم ها آب دیده تر شده است. طراحی، ساخت و به کارگیری انواع پهپادهای رسمی، شناسایی و انهدامی در نیروهای زمینی، پدافند، هوایی و دریایی ارتش
با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ثابت کرد نخبگان دفاعی کشور به عنوان میراثداران خون گرم 48,000 شهید و ارجمند همینک به صورت همزمان شاغل رژه دریایی یگانهای منتخب نیروی دریایی راهبردی ارتش سفرمند جمهوری اسلامی ایران در آبهای نیلگون خلیج تا همیشه فارس ایران عزیزمان هستیم. همینک نظارگر باشید عبور موشک‌های فتح را از مقابل جایگاه، عبور موشک زمین به زمین نقطه زن لبیک، عبور موشک‌های پر افتخار و نشان نیروی زمینی محوری و میداندار را، عبور خودروی دورکش کرایس همراه با هویزر 203 میلیمتری کششی. اما همینک آسمان ایران عزیزمان نظارگر جلوه های نور و شور و سرور با محک اقتدار و حماسه توسط شهربازان غیور تیپ 65 نیروی ویژه هوابرد ارتش جمهوری اسلامی ایران است. آنان که دل به صحرای خطر سپردند، با درک خطر عزم سفر کردند، آنان که ورد کلامشان این است ما را به تب گلوله ها بسپارید، خاک سرمان را به خدا بسپارید. سخت است میان خاک و خون غلتیدن، این کار بزرگ را به ما بسپارید، این کار بزرگ را به ما بسپارید. الله اکبر.